مقصد از تأسیس این شروع پیش از همه شفافیت و فعالیت حکومت کرد همکاری اهل جامعه همکاری جماعتیان همکاری فعالان جامعه در میلیسیا در پیشگیری جنایتکاری در الان برداشتن معرفی حقوقی شهروندان جمهوری مهم مقصد ها سرون من فکر میکنم که از بس که این شورا با تکلیف پیشنهادهای اهل جامعه با در مسائل کشاد و داشتن در آوازدهی کشاد انتخاب گردیده است. من فکر میکنم که هر یک محل هر یک منطقه هر یک ضروری اداره یا همون تشکیلات‌های جمعیتی غیر دولتی یک از فعال‌ترین های خود رو پیش بینی کردن و البته تاثیر خوبی کاری باید. استاد دیگر سوال امروز آوازه است که از جانب کارمندان خود شعبه‌های کارهای داخلی نسبت شخصانی که ریش دارند مجبورن میبانند میتراشن همین رسما شرح نداده شده از طرف وزارت. چیزی که شما آگاه هستید تمام مردم جمهوری آگاه هست این فعالیت مقامات کارهای داخلی اون داخلی وسیع نداره اما از روز اولی که این چهارمین‌ها چنین چهارمین‌ها سر شده است محترم وزیر کارهای داخلی رمضان رحیم‌زاده فکرم این سومین جلسه است که مخصوص هیئت راهبری کننده کارمندان مقامات کارهای داخلی را در جلسه تقدیم کرد. بارها تاکید می‌کنند که نسبت مردم خوش‌معامله باشند رفتار کردارهای غیرقانونی بیرون از آداب بیرون از طلبات‌هایی که فرمان و دستورهای داخلی ما است همیشه باید رعایت کنند و با مردم خوش‌معامله باشند. این تنها یگان ممکن بودنش و نسبت چنین کارمندان ما جزاهای سخت انتظامی نسبت کارمندان مقامات نسبت چنین کارمندان مقامات که در باره آنها شکایت برای چنین مناسبت با تا یگان شکایت اومده است استاد؟ البته دوسیت شکایت بود ما چهارراه سپارش داده هستیم تنیس‌های خدمتی بگذارنده میشود. این چنین میگم که الان در این موضوع سه مراجعه محترم وزیر جمع کرده تاکید کرده و سپارش دادن که چنین خطابی‌ها رو شکایت در چه خصوص بود که آنها از پیش خود از پیش بودن دغلانه رفتار میکنن مناسبتی بد میکنن لیکن من همین چیز رو قطع کردم که اما کارمند مقامات نیست فرزند این جمعیت ما است تنها هر کس باید برای خودش برای حقوق و منطقه خودش نگاه داشتن باید هم کمبودی از جانب مقامات شد بی‌طرف نباشه کمبودی نه تنها از جانب کارمند مقامات از جانب شهروندان میشود. شما فکر کنید امروز حالت جنایتکاری در تمام دنیا در چه حالت است؟ اگر کمی من فکر می‌کنم که در جامعه سر داده مانید با دیگر چیزهای وزن‌تر و مناسبتی وزن‌تر و جنایت‌های وزن‌تر و دست درش ممکن. برای من درست گفتنی هستم که اهل جامعه باید همه یک میل یک نفس باشیم و هر یک رفتار ناشایسته نه تنها کارمند شهروندان نیست سری وقت در جوش همون ایراد گیریم و راه درست هدایت کنیم پیشگیری نکنیم. یعنی این سر و صدایی که میگن که همین ملیسا ها مجبور میتروشن ریشه این رسما نیست. دروغ است. دروغ محض است.